چه گپ است؟ آیا باخوری نمیداره؟ هی کودک دست دراز نکن. نباشه به تو نشان میدیم. من چیزی میکشم. سری آقای پراکرار با تقدیر بوده برای سال نو حتما چیفت لکره این سالی نمیرم من با دستان خودم با تو میگم کودک را سرده سلاحت رو پایم کن نباشد به این کودک رحم نمیکنم پایان کن پایان من با آنها گفت و شنید کنم جناب سردار. بله سردارم اکنون در آمده باید یگان کار کنیم. پس اسیران چی می شوند؟ در درون باز یک کودک دیگر هست. در این حالت عملیات کردن نمی توانیم. پیشرای پسرم رو گرفتن نتوانستم. گریخته رفتید جا دارم جانم. میلش آرام شوید ما علاجش را میابیم. اگر تسلیم شوی جزای عادلانه میبینی. من کاری کردم گمان میکنی که به محکمه روم مرا آزاد میکنن؟ هر حال زنده میمانی. از آنه که در زندان میپوسم بهترش در این راه بمیرم. فهمیدی؟ تسلیم شو. اگر به من کمک کنی حیات اینها را نجات میدی. کمک میگویی؟ و تو کمک کنم؟ با رفیقانت مصلحت کن سردار ما را آزاد کن. بعد هر کاری که میخواهی با من کردن گیر. رفیقانم زنگ میزنم. تلفن را گیر. اگر زنده ماندن کودک و اسیران را خواهند پس طلب مرا اجرا کنند. آکا چیکار میکنی؟ در نزد زینپای انتظار شو. اگر تعینات مخصوص آید حمله میکنیم. خوب شده. تونجای شما چاره اسیران را بینید. سردارم باید با آنها گفت و شنید کنیم. تونجای کودک را به درون درآر. این راه گرد رفتیم. تلفن را به من ده. با زمین به من روان کن آقای عارف. با زمین. سلام آقای سردار. گوش کن جوره. با تو آیدین مسئله روبرو مصلحت کردم در کار. نباید به اسیران یگان ضرر رسد. میلش برای نیت نیکم را فهمیدن این جوان قهرمان را به نزد شما روان میکنم. او به شما چقدر متشنج بودن وضعیت را میگوید. حال پسر پرکرور را که در دست ما نیست میفهماند. کودک را روان کن. شاید مصلحت کنید. کودک همراه ما میستد. میتوانی بروی. ما در اینجا نشسته انتظار خبر شما میشوه. فهمیدی؟ کودک همراه من میرود. وقتی که کودک همراه ماست میدانم که به ما ضرر نمیرسانند. او ما را حمایت میکند. برای غرض ناپاک خود کودک را استفاده میکنی. قدر بی ایمان و بی وجدان بوده ای. برادر عارف جان ما قهوه خواسته بودیم.
اما روان نکردن. این کار رو هم حل کن تا اینکه کیف صفا کنیم. برای تو زحمت بشه. خیر. هوای ما زیر شکر شود. انیس نگویم. انیس با او کردار نشوه. انیس پدر جانم. پسر سگ بچه. پدر جان من آمدم. پدر جان من اینجایم. پسرم تو در اینجا چیکار میکنی؟ مادرت در کجاست؟ مادرم در پایانم. من آمدم تا شما را نجات دهم. پسر جان کودک رو هم گرفت و در را پوشید. اگان کار کردن نتوانستم. تو هر چی که از دستت آمد کردی. به زمین مرا مسخره کرده به پایان روان کرد. دفاع نشدم. باز از من قهوه درخواست کردند. سردارم با پررگی آماده شده از اینجا پراندن را سر کنم. بسیار خوب. اگر خواهی تو را از هوا با پراشوت میفراریم. نه مشکل. من از بلندی میترسم. اگر مرا گوش کنید هر چه زودتر به این نوبکار قهوه بردن لازم. کار را یک طرف مانده به قهوه فروشی سر میکنیم اکا. چاه تیار میکنیم برادر. چاه. خوب هستی؟ نمیدونم کم میترسم. مادرم خوب هستن؟ نگران نباش. به نزدیکی مادرت رو میبینی. سلام علیکم. ظریف کو بینم. نقشه ای میخواستگر در اینجا عارف. سردارم بسیار سر رو گشت کردم اما موقع خوب نیافتم. انا همین جای از این دفتر کسی برآمد. ظریف اینجا کجاست؟ اتاق حجت های بایگانی است. کسی را که میخواهند آزاد کنیم شخصیتش را معلوم کردی؟ معلوم کردم. زکی تیمور. این نوبکار دست به کارهای ناشرم زده است. مافیای تیار سالهای دراز سیر و گشت نکرده است. بعداً دادستان از پی جنایت‌های او شده است. آیدی او عجایب حجت و دلیل‌ها موجود است. پرونده جنایی او تا حال ادامه دارد. از تمام حجت و سندهای این نوبکار در قبولگاه می باشد. همین طور نیست؟ میخواهند دقتی ما را پریشان کنند. دقتی ما را به گروگان‌ها جلب کرده. میخواهند حجت‌های در بایگانی بوده را نیست کنند. حجت و سندها را نیست کرده پرونده جنایی را خاتمه میدهند. عیناً همین کار را کردنی‌اند. باید به اونجا برویم. بولتا لباسهای عادی پوشیده با اونها قهوه میبری. سردارم اومدم. ظریف چیزی درخواست کردم را معلوم کردیم؟ یافتم. سراغ را دریافت کردم. در نزدیکی ما هستند. بسیار خوب. ما هم باید اون کار کنیم. کارلوس گوش کن. جان یکیش من در 5 دقیقه این آدم رو دستگیر کرده میولم. بچه ها باری دیگر نقشه را از نظر میگذرانیم. گوش کنید. عارف برادر لب به جونکم. برای گفت و شنید نظر میاد. با تلفن مصلحت میکنیم. نگران نباش. به سلاح میآیم و تنها میآیم. اما نه در حجره دادستان بلکه در حجره بایگانی با میخوریم. آنجایی که خودت قرار داری. تو نه تنها وجودت را بلکه سرت رو نیز استفاده میبرده. میلش منتظرم. اگر قهوه خواهی قهوه نیز روان میکنم. حاضر میارم. البته همه در اینجا تشنه شده. نوشاکی روان کنید لیکن سر شیشه ها پوشیده باشد. بازی کردن نمیخواهم. میلش فهمو. در حجره بایگانی با میخوریم.
پسرم روی من میرود. اینقدر نوبکاریت بس است. پسرم را آزاد کنید. این نوبکاری را تو خودت اول سر کردی. با تو گفتم پسرم را رها کن. تو جای پسرم را رها کنید. پسرم را رها کنید. پسرم. پدر مرا زنید. پدر جان همش مرا پورا میکنم. با پدرم چیکار کرده؟ پدر جان مرا شما بیهوده این کارو میکنید. پدر جان برای این کارتون در نزد قانون جواب بدید. اکنون حیات پسری تو در دست دولت می باشد. اگر مرد باشد یکم مشکلی ایجاد نکنه. شمشیر تیز عدالت حتما ظلم شمایان را اصلاح بود بکند. پدر جان نخود که شما کودک رو سوء استفاده کنید. ابله‌های ترساچه اگر به این کودک یکان ضرر رسد قسم میخورم که شما یک نیستید. پدر جان نمیخواهم رفتن سنگین مرا. چی بگویم؟ خوش آمدی برادر عارف. بیا مرحمت کن. انیس آفرین. باور کن تا وقتی که جسارتی تو به ترس از غالب آید تو همیشه ظفرمند و پیروز خواهی بود. اکا پدرم رو نجات دهید. وعده بدید که پدرم رو خلاص میکنه. وعده میدهم انیس. از سبب عوض شدن شرط ها باید از سری نو شرط نامه بندیم. حجت ها را نیز کرده برای خواجه‌ات وقت را کشال میدی. با این رفتارت چرا به دست میاری؟ من برای خودم اینجا نیستم. پس برای چی در اینجا آواره ای؟ برای خواجه‌ات جان میکاهانی. اگر زنده مانی زندانی میشوی. او باشد یک عمر عائله تو را نگاهبون میکند مگر همینطور نیست؟ خیلی فکر نکن. من یک چیز رو نفهمیدم. آخر من هم پدر می باشم. در برم یگان چیز نیست. تلفن را بگیر. گیر گویا مال خودت باشد. جوان را با بالا روان کن. میتوانی بروی. خب در اونجایم. از منتظری بسیار بیزار شدم. زودتر کار را انجام ده. دادا از برای خدا چیکار میکنی؟ چرا پسری ما را به این کارها شریک میسازی؟ هر چی کاشتی همان میدروی. تو نباید کودک بیگناه را در این کار استفاده میکردی. دادا چرا به سوی کودک سلاح میکشی؟ سلاحت را دور کنی خودش چی گم؟ مرا شرمنده کردی؟ کنی گپ زن خودش چی گم؟ برای کارهای ناشایمی تو در اینجا می باشم. نجیب مرا فراموش کن. از بحر من گذر. من بعد از این غم خودم را خودم میخورم. سلاحت را دور کن. این پسری خر حیوان برای تحصیل او جانم را فدا کردم. اما او نیز مثل من احمق شد.
نکن گفتم. با این کارها سر و کار نگیر گفتم. گپم را گوش نکرد. تو اکنون خواجهت را نه، بلکه باید پسرت را نجات بدهی. برادران چیکار میکنید؟ این کار رو نکنید. حمید، کار رو حل میکنیم. سلاحات را سری کودک دور کن. چی خیل حال میکنی؟ همه این کار رو برباد دادی. حجت‌های را که میخواستی نابود کنی حجت‌های پسرت بود. بله. ای چرا تو برای این کار به عدلیه حمله کردی؟ من به خلاصه اومدم که من میروم. دمت را گیر. به کجا میروی؟ به اروپا؟ بعد چی؟ نه پول و نه مال داری. در آنجا چی کار میکنی؟ از دستی تو چی میآید؟ اگر سردارمان را نجات دهم یا ندهم این عملی کرده من پسندم میآید. وقتی که فرزندت را از دست میدهی پس چه فایده؟ آن پولی که از خواجهت میگیری تو را خوشبخت میسازد. معلوم است که تو پدر نیستی. حتی باور دارم که تو بر این انسان پدر نداره. معلوم است تو به پدری. تو رو کسی پدری نکرده است. برای همین نمیفهمی. اگر سگ باشد احمق باشد برای پسرش میکند، او را نگهبانی میکند، یک عمر او را تایمه میکند. کسی دیگر جای پدر را گرفته میتواند؟ کو گپ زن؟ بله، جدا میشویم. برای آینده او مهم باشد. اگر سگ هم باشد، پسترین انسان هم باشد، او برای من فرزند است. نباشد. حالا به خاطر فرزندت فرمان بده تا اینکه آدم‌های تسلیم شوند. همچون پدر وظیفت را اجرا کرد. بسیار خوب شد. حلقم خشک شده بود. شما همیشه همین خیلی سیر و گشت میکنید. بالتا زودتر شد. اینها را داده در حال میبراییم. آنها را پراکنده کنید. انیس نزدی من بیا. سلاحت را پرتاب. عجیب. من هم قدر و قیمت دارم برادر. نمیخواهم که آدم ها به من گویان رفته تسلیم شد. سلاحت را پرتا. پدر وقتی تو گذشت نمیخواهم که به من گویند در پشت پدرش پنهان شده کارش را حل کرد. اگر دل تو نشود من خودم این کار را حل میکنم. تشکر. گیر. ما تشکر. آیا شما نوشیدن نمیخواهید؟ تنها آبی میوه آوردید برادر. یک قهوه نآوردید. من نمیخوام که از پسم گویند با پلیس همکاری کرد. نجیب اکنون کار خاتمه یافت. کار به انجام رسید. سلاح را پرتا. نه،
تو مرا به این کار شریک کردی. پدرت را گوش کن نجیب. دیگر وقتی گوش کردنی پدرم نیست. پدرم نجات یافت. گوش کن نجیب. عقلت را کار فرما، سلاحت را پایان کن. هممان از اینجا صحت و سلامت میبراییم. نه نمیخوام که به من مثل پدرش تسلیم شد گویند. من قدر و قیمت خودم را نمیفروشم. کدام قدر و قیمت؟ سلاح را پرتاب. بکار. Roca! Testar! Volta aí, vou nas horas. سردار همه زیدی نظارت است یاری و بگیرم کنه قرار کاره. اگر سلاح را نبردوی اول تو را بعد کودک را میپرانم. پسرم دیوانگی نکن. این آدمی تعینات مخصوص است. تو رو در یک لحظه پرانده نابود میکنن. نفهمی؟ تو از حد گذرانیدی دادا. میفهمی؟ این کار رو تو سر کنی من دوام میدیم. میفهمی؟ پسرم نکن. بس کن. آیا سلاحت رو پایان نمیکنی؟ شر بچه میگویند که گوسفند مرده از گرگ نمیترسه. خیر من آگاه کردم. خوبی ها نیست. بس کن نجیب. التجا میکنم. عارفیس بس کن. نکن عارف. التجا میکنم. ایستا. ایستد. نجیب عارف نکنه. خواهش میکنم. نپرانه. دادا 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 تسلیم شوم. نیستد. نپرانه. سلاحت را پرتاب. من تسلیم شوم. زمین خواب رو. زمین خواب رو. مادر پدرم نجات یافت. پدرم کجاست؟ پدرم نجات یافت. ببین پدرت در کجاست انیس جان؟ پدر جانم. پدر جانم. پسرم. تشکر میگویم. حیات ما رو نجات دادید. این خیل نگویید. وظیفه ما همین است. به شما هم تشکر. رفیقان میرویم. سومن.
به اینجا برای تو آمده بودم، چنانه که وعده داده بودم. همین که وقت یابم باز به نزد تو می آیم سمن. عارف فایده یک مسئله مهم باید با تو مصلحت کنم. حالا نیست سمن، در وقت تنهایی میلش. مایلش. دادا جانی من، خیریت که مرا تنها نگذاشتی، مرا نجات دادی. جانی خودت رو برای من فدا کرد. اگر تو نمیشدی مرا هم زنده نمیموندم. مرا دیگر تنها نگذار دادا جان. دادا جانم. پدرت برای تو شده جان خودش را فدا کرد. من برای کشتن نه، بلکه برای زختار کردن پرآمدم. هر کس برای اعمالش خودش حسابات میدهد. ای آقای حمید، تجارت تو بیهوده بوده است. به جای پولی که برای پسرت میخواستی خودت و آخرتت را فکر میکردی، حالا به این حال گرفتار نمیشدی. گوش کن ابله. شنیدم اکا صدای موتوری با قوت میباشد. ای برادر مرا مسخره میکنی ها؟ آخر به این وقتی که گاز را زیر میکنی نمیبینی که حالی ماشین چقدر بد میشود؟ برادر این ماشین گریه میکند، دو فیقان میزند. شنیدم بگو، شنوی که نشنوی هم از عذاب اوستا نجات ای نمی‌یابی. برادر از سیمی پیدلی گاز سر کرده تا به کربوراتوری ماشین ویران کردی. اکای سولی فرمود من چیکار کنم اکا؟ ای برادر آخر تو بله سپید رانده نمیتوانی؟ چرا با ماشینی من با سواره من به عملیات میروی؟ نو خدا تو چیز؟ ای برادر تو چیکار کردی شدی؟ ای ابله تو چیکار میکنی؟ الو اگر زمان ساز نمیشود ای برادر چی این تلویزیون است؟ باشد یک چوب با برادر این همه کار رو برباد داده. ای جورا تو چی میخندی؟ وقتی که بالتا اوره این کار شد و دست پای تو بسته شد برای همین میخنده. با خدا بالتا گو. با ای خدا بابا خدا که تو چی بالتا گفتی؟ گو. تو مرا چی گفتی ها؟ چی گفتم اکا رجب گفتم من گفتم این یاری داد. از که دوست نزدیکی من شده ای که بالا سلام علیکم. علیکم السلام. جواب تشخیص آمد. یک دقیقه. تشخیص تیر پلاستیکی که از بدن کمیسر سلیم گرفته شده است. سلاح به نام کی بوده است؟ با کسی تعلق ندارد. در اینجا یک سراغه هست و باز یک نام شبهناک دیگر. سلاح به قید گرفته نشده است، لیکن در یک حادثه دیگر استفاده شده است. استخبارات کهنه. همین خیر. انیق نمیدانم کمیسر. اگر خواهید میفهمم. در دست من است. من به هر حال به این سراغه میروم. خسته نباشید. رحمت. عذر میخواهم عارف. برای دیدن نتیجه امتحان ها آمدم. از این رو کمی در هیجانم. بخیر است. این تشخیصی پلاستیکی کیست؟ از سلیم. نتیجهش چی شد؟ نامعلوم. در یگانجا قید نشده است. صاحبی سلاح شخصی شبهناک؟ نه چندان. کمیسر شاهین، به فکرم از شما انتظار نتیجه امتحان نیستیم. غم نخور. سومان، چه حال داری؟ شکر خدا اکای صالح. بیماری؟ تو را پریشان حال میبینم. نه اکای صالح خوبم. سومان، من از تو یک خواهش دارم. مرحمت اکا.
بین من و آیلم یک نافهمی جدی است. این دردم رو به کسی گفتن نمیتوانم. گفتنی هم که تو همچون زن با سعادت آیدی این موضوع سخن کنی. البته میکنم آقای صالح. اگر فکر کنی که سخن کردن من فایده دارد البته گفتم. بسیار خوب. تو همچون زن درد و علم آیلم رو شاید از من خوبتر بفهمی. مایلش آقای صالح. من از عهده این کار میبرایم. ای سومن زنده باشی. تشکری زیاد. نمیارزد. احتیاط کن. با دقت باش بچه جان. رحمت اکا. آیا این دوچرخه برای تو کلانتر نیست؟ میدونم خیلی کلان است. اگر در بالایش سوار شوم هر کرده به میتوانم. مادرت گوی که برابر خودت دوچرخه خره. خیر به مادرت بگو. گفتم اما باید تا تابستان انتظار شوم. پولشان تابستان نشده است. پس چرا اینقدر دوچرخه کلان خریدی؟ نخریدیم. این را کنه گفته پرت افتاد. من گرفته تعمیر کردم. سلیم زودتر به خونه بیا. وقت مادرم جنگ میکنم. اکا شما در بالای خانه ما زندگی میکنید. نمیدانم تو رو یکم بار در اینجا ندیده بودم. من تو را دیدم. تو برادر خوب هستی. نمیارزد. الو فوراً به سراغ بیناکاران خیابان مرکزی خانه رقم 2 گروه روان کنید. بس کن جانکم. بس شد. زودتر روان کنید. شد جانکم. غیر از شما کسی به کمکمون نام. خدا از شما راضی شد. خیرت که آمدی اکا جو. مایلش اکا سلامت باشی. زودتر برادر اکنون او در اختیار شماست. سلامت باشید. تشکر به شما. نمیدونم این نیکیتون رو چطور هیچ کم برمی‌دارم. نمیخواهم. اکا تو پلیسی؟ اوه سلیم زودتر به خانه رو. هوا خنک است. راست به خانه رو. بار دیگر تشکر. نمیارزد. رفتیم پسر. شماست؟ بله جانکم از من، اما اگر خواهی همش از تو میشود. آره. اپا مرا شرمنده کرده. باید من به نزد شما می آمدم. این خیلی نگوی. برای نازیه هم دیگرگونی شد. اپا یک بار دیگر فکر کنید. اکای صالح شما و دخترتان را بسیار دوست می دارند. من هم او را بسیار دوست می دارم، اما آخر آن کس برای راه گشتن بسیار کوشش می کنند. باور کنید آن کس به شما احتیاج دارد. دیر شد. طلب جدا شدن را کردیم. پیش این راه را گرفته می شود. مشکل نیست. با گفتن آسان. یگانه مشکلی این نیست. خداوند دیگر مشکلی ندهد. دردتان را شفا دهد.
سومان یگان نخوشی روی داد. تو غمگین می نمایی. نه ابا خداوند اله و سلامتی دهد. صبح بخیر. صبح بخیر. پسرم امروز به مکتب نرفت. شب خوابش نبرد. همینطور. میخواهد که شما رو به نانوشته دعوت کند. تشکر. اما زحمت نکشید. اکا جان به خاطر من دیروز بسیار ترسیدم. سلیم جان دعوتی تو مرا بسیار خوشنود کرد اما مرا در جای کار انتظار است. اکا جان به سوال من جواب نداده. شما پلیس هستید؟ اوچه انیق پلیس راست هم؟ میگویی. خیر سلام. خیر اکا جان. سلامت باشید. ابای سعادت من حیاتم را تنها پیش بردم. چقدر غم و تلخی های زندگی را پس سر کردم. چرا آخر شد میدونید؟ برای زندگی با شرفانه. بله برای حیاتی با شرفانه. شاید در زندگی بسیار برد کردم اما هرگز صاحب عائله و خانه نبودم. در حالتهای دشوار کسی نبود که سری مرا سیله کند. ابا آیا میدانید که بی‌تکیه‌گاه چقدر مشکل است زندگی کردن؟ تخمین میکنم. من حسرت دخترچه‌ای که در بهار زندگی در یاد خانه گرم باشد خوب میدانم. جانکی من. بسیار میخواستم که دستی پر شفقتی مادر سری مرا حاصله کند. جانی من تو را میفهمم. شما هم صاحب دختر هستید اپا. دختری که صاحب پدر باشد باز دیگر است. فکر نازیه را کنید. او را به پدر به باید نرسانید. سومان تو درد و غمی مرا دو چند کردی. دلی مرا پاره کردی. هر یک دختری کوچک میخواهد که در زیر قنات فرشتگان باشد. برای دختر این گونه قنات دستی پدر و مادرش میباشد. جانکی من. اپا جان اکا چرا تو به خبا بر میگردی؟ آخر تو کارگر تعیناتی مخصوص دان رو میخواستی؟ میخواستم اما چرا تنها هر سه ما میرویم اکا جان؟ این عملیات مخصوص است. راست دیگم تو را هم به عملیات حقیقی میبریم. خیر مایل است. به من یکو سلاح میدی؟ اما شموده است. شربت شهادت با ماست. اینجا نگوید اکا. اقلا پدر و مادرم توی مرا میدیدن. ما دیده چی شدیم ها؟ به دنیا آمدم و حیات برایم تنگ شد. تنها شربت شهادت را میخواهم. آنا روحیه تعیناتی مخصوص رو دیدی؟ آماده هستید رفیقان؟ آماده هستید؟ آماده ایم اکا آماده ایم. کیست؟ به شما مکتوب. چه گفت شد؟ خود لخشی اینجا. چی شد؟ من پول مال ندارم. چیزی که بخوای گرفتارم. چه کار بودنت را میخواهم فهمم. چه خیل؟ در کجا خدمت کردی؟ مبادا کماندر نبودی؟ بله همین خیل بودم اکا. نشان زن بودی؟ بله اکا. حالا باشد قاتل شده ای و طور کرایه آدم کشی میکنی. نه اکا این خیل نگوید. به من نگاه کن. به من نگاه کن. چی شد؟ چهره من به تو معقول نشد؟
نه اکا این خیلی نگویم. با دوربینی ملتقى دیگر خیر می نمودم. اکا به خدا که من یکم گناه ندارم. دمت رو گیر. برای تو بر این قاتل کرایه پول و مال از همه چیز بالاتر است. اکا شخصی که او را کشته مثل برادرم بود احمق. سلیم دوست من بود. اکا به خدا او رو برای کشتن نپراندم. نیتم را یاردار کردم بود. اما تو خودت رو. بعدا هنگام نوارها را گرفتن باز تو به سوی ما تیر پرانی اکا کردی. من هیچ را نمیتونم. خواهش میکنم نکن. فرمانی کرایه را میکنی نابکار گفتم. تو را چنان لطفم میکنم که گفتم میگویم. اکا رفیقان حاضر می آیند بادی قرصویل. اکا کی می آید؟ من هم دونم خوب می شود. ای ابله کی می اومد؟ تروریستان همشان را بیخشیم. اینجا را با سرشان چاپه میکنیم. این رو چخیل میکنیم اکا؟ من نمیفهمم. اینجا را میترکانم. بوم. ای برادر در جای هستین سین در جای اکا التجا میکنم با جای درکش ندارم نمی شود. من در دوران خدمت حربی بمب‌های زیاد پرتافتم اما حالا باشه دیگر قوتم نمانده است اکا. آیا این کنه نیست؟ با این چخیل عملیات میکنیم؟ این سلاح یادگاری است. در جنگ یکم جهان سلاحی بابای من بود. یادداشت‌های زیادی دارد. با این چندین دشمن را کشته است. آخر یکو سلاح نو میدادی خوبتر نمیشد؟ برادر با این سلاح جنگ را سر کنی 1000 نفر را نابود میکنی. جورا تو تیر پرانی ماهر می باشی. کنی شیر بچه کنی گیر تا شربت شهادت رو نچشیم از اینجا نمیبرویم. کنی سرکو شیر بچه سرکو. رفیقان حالا جدا میشویم. حربی تو با اون طرف بالتا تو باشی بالا رو نگاه میکنی. من طرفی غرب رو نظارت میکنم. خدا نگهبانم. نامش را کی به تو سفارش داد؟ اکا خواهش میکنم نکن. من این پول را با فرزندانم روان میکنم. فرید فرزندانت را هم با پولی حرام کلان میکنی. آنها میزی خودت قاتل میشوند. کو گفتن؟ مایلش میگویم. حاضر همش رو میگویم. آیا از حد نگذراندیم؟ نه جورا نه جزای این نوبه کارو میدیم. آخر ماشینی مرا گرفته به عملیات آورد. انا اکنون بیندو اندیشه کند که کار در کجا بوده است. گریه میکند. به خدا گریه میکند. مبادا دیوانه نشود. کاری من چی؟ گریه کند کردن گیرد. آماده هستی؟ زودتر باش. برادران تبریک میکنم. مهارت خوب نشان داده.
بیامرز مرا عفو کن خداوندو با من یک فرصتی دیگر دی خداوندو مرا یک فرصتی دیگر دی خدا با خدا خیر پیدا شد یک دو بگو ای شهید پروردگار تو کیست خداوندو بگو ای شهید پیغمبرت کیست حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ای شهید یک شانس دیگر میخواهی میخوام ملش میشه به خدا میخوام ای ارتیست مادامی که از مردن میترسی چرا ما را مسخره میکنی؟ چی شد؟ شما جواب این کاری کردنتون رو میدید برادر عزیز من همه‌اش رو به نوار گرفتم من این نوار رو به ظریف میدهم وقتی که ظریف این نوار رو به اینترنت پخش کند تو در دنیا مشهور میشوی برادر مبارک شود مبارک باشد دستت رو گیر چی شد؟ دستت رو گیر جواب میدی برادر یک دست خط نمیکنی؟ التجا میکنم رسمت رو با دست خط ده التجا میکنم دستت رو گیر شما به این برادر جواب میدی فهمیدی شاهید عارف همیشه با یگان بهانه با میخوری بیا مرحمت کن با قهوه ضیافت میکنم هوا چندان گرم نیست تو باشه اینقدر عرق کردی اینجا با من گرمی کرد شاید از این سبب باشد از کی باز در اینجایی خیلی شد خدمت رسانیشان سوست یک دقیقه اینجا بیا لبه جناب رفیقم نو آمد برایمان 2 قهوه تیار کن خوب شده جناب تو از کجا آمدی؟ بسیار خسته می نمایی گشت کن برادر با من بازی کردن را بس کن تو چی نیت و نقشه داری؟ چی اقوایی داری؟ عارف تو تماما عقلت را خورده ای باید گویم که برادر به خاک و لای در آمده ای نبین تماما شیمت افلاس شده است راستش را گفتن در کار بسیار چست و چالاک می دوی تو مرا از چی می ترسانی؟ من حاضر در نزد قاتل سلیم بودم و من نام فرمایشگری کشتار را گفتنی بود که او را پراندند او عارف
تعینات مخصوص به نزدیکی به شعبه کوفتکاوی جنایتی میگذاری. از بسیار آدمی نابکار کوچه به کوچه در لای آب خیلی دویدم. خیر دستگیرش کردی؟ بله. از خود نرم. تو چرا این کار رو کردی؟ چرا این کار رو کردی؟ گبزن میگویم. از پای کارت شو. چرا این کار رو کردی؟ گبزن چرا کردی؟ از من به تو چی بدی رسیده؟ عشق سری تو را بیران کرده است. گناههایت را به گردن من بار نکن. ای ابله تو کیستی؟ چگونه انسان هستی؟ برای کی کار میکنی؟ هدفت چیست؟ این قهوه خاطره 40 ساله خواهد داشت. این روز را اصلا فراموش نمیکنی شاهین. عارف تو هم فراموش نخواهی کرد. افزونها را آماده کردم. کشیدم مثل گفته خودتون. 2 کیلو برآمد. باز 8 کیلو دیگر است اگر خواهید. بسیار خوب. سورپریز رو کنیم یا اینکه خورسندی رو بازیچه‌ها است تیارم. همه‌اش آماده می باشد. ملیک بیا. همه چیز تیار. بچه ها رو جمع کن. بس کنید. اینجا بس کنید. جدا شوید. برید برید اینها رو. این را. برید تستا. بیا. چیکار کردید؟ همه رو حالا خود کارم یکسان تمام کردید. نشده. برید برید اینها رو. ببینید که دیوانه شده است. تا حال به من حمله میکنه. شما تو گیر. تو جزای سزایت را خواهی دید. برید اینها رو. تست برید از اینجا. یعنی برید اینها رو. این شخص ماشین رو حرکت کرد. در قفا 2 نفر. باقی مانده ها با لباس‌های عادی نظارت کنند. خوب شده است. بازیچه ها و چیزها را هم بار کرد. حمله آخرینمان نتیجه خوب داد، اما افسوس یک کس مرده خلاص. حالا باشد از شما قربانی زیاد میخواهم. تو نگران نباش. بازیچه هایمان زمانوی میباشم. همه را نابود میکنید. این را دانسته گیرید. اگر پلیسی علاوگی آید به قفا نگریزید. بیا میرویم. ما باید فرصت را از دست ندهیم. رفتیم بچه ها. گوش کن ای نابکار. بار دویم می شود که با دستهای بسته به اینجا می آیم. تو جواب خیانتت را خواهی داد. بس کنید. خدا شفتی در گریه نمی کند عارف. بس کنید برادران. هر دویتون خاموش شید. اینها رو برید. دکان را به خاک یکسان کردید رفیقان. دانسته گیرید که مصرف های دکان را شما می دهید. ما از تعینات مخصوص. من کمیسر شاهین دلاور. این حادثه با سبب رخ داد. همین خیل. چرا بر وقتتر نگفتید؟ راست میگوید از تعینات مخصوص هستیم. این حادثه به کار مقامات دخلی ندارد. آرامی را ویران کردیم. حق محکوم شدن داریم سرکمیسر. شما نام شما چی بود؟ کمیسر عارف امیر. اوی دستایشان رو کشید.
کمیسر قهرمان دادستان رو از مرگ نجات داد. مادر جان نگاه کنید. دخترم چی شد؟ مادر جان دیدید؟ دادا جانم قهرمان. آن کس قهرمانند. بله دخترم دیدم. مادر او قهرمانی همه می باشد، اما من هر گوهی که خواهم این رو با آغوش گرفتن نمیتوانم. مادر باید من به پدر کلون می شوم. دادا جانم را بوسه کردن می خواهم، این رو با آغوش گرفتن می خواهم. وقتی که او هست من از یکون چیز نمی ترسم. بله دخترم، وقتی که او هست منم از یگون چیز نمیترسم. با پدرت افتخار کن دخترم، او در حقیقت قهرمان است. دخترکم مجله ها نامد برآمده صالح از مرکز زنگ زدن و من گفتن که چرا تو آدمی در صندلی بوده را با عملیات روان میکنی. یک روی من به سر شما بلا شد. جناب سردار مرا ببخشید. صالح تو باید کمی از ما دور شوی. اگر به من وقت دهی من این مسئله را حل میکنم. میبینید کوشش میکنم، هر چیزی که از دستم باید میکنم. به من باور کن. شت. یک چند مدت کارهای اداروی را میکنی، فهمو؟ نصیب باز مشقهای فیزیکی خود را دوام میدهی و ما کافی است. درد هم یک مهمان است. جناب سردار او را نیز باید مهمان نوازی کرد. گوش کن به من. روزی می شود که تو باز دوباره راه میگردی صالح. غم نخور. خوب؟ مرحمت برادر. رحمت برادر، خوش آمدید. خوش آمدید. خوش باشید. میوگی دیم؟ بیده. ده. پوسیده نیست؟ نه تازه است. مالش بسیار خوب. فقط کارمندان امنیت رو نی بلکه کمک رسان ها رو نیز جزا میدیم. ما با کجا گذاریم؟ از طرفی که کمک رسان ها میاد آنها رو پراندن نابود میکنیم. رفتیم. فهمو. رفیقان زودتر شوید، میرویم. رفتیم. صاحب دکان از شما شکایت کرده است. پگاه به محکمه میروید. هیچ گپ نیست سرکمیسر. گناه خود ماست. به صاحب دکان گوید که مبلغ خسارات را پرداخت میکنیم. از نام خودت گپ زن. تو حمله کردی، تو خودت پرداخت میکنی. درست. به این هم وقتی که تو از اینجا برآمدی دیگر وقتی پرداخت کردن را پیدا نمیکنی. سرکمیسر اجازت میدهید که یک خواهش کنم؟ بله بله. تلفنم را گیرم. یک چند جای باید زنگ زنم. خیلی نگران شدند. مالش حال میکنیم. پس به ما اجازت رفتن دهید. تشکر برادر، سلامت باشید. خوش اومدی ینگه. خوش اومدید ینگه. خوش باشه. ینگه باز دستایت پر از خوراک آمدی؟ امروز نوبتداریتان دراز میکشد. نوشی جان کرده تشکر میخورید. ینگه. برای همه‌تان میرسد. ینگه تو در فاطمه اینقدر حسن رو ایرکه نکن. وقتی که خانه دار میشوید بعد میخواهد که سینمون خوراک تیار کنی. کو به آن روزها برسیم بعد هر خوراکی خود میپزم. انشالله انشالله. ما هم با بهانه توی فایده ملیکا
که بوی خوراکت به دماغم رسید. خوش اومدی. خوش باشد حسن. دائما میایم گفته سردار جنگ و جنجال میکند، اما این مرتبه برای او شیرینی دوست داشته آفرین به تو. بسیار خوب کردی. دستهایت درد را نبیند. رفتیم. بسیار هم سورپرایزی عالی جناب. آوازت را شنیدن خواستم. من باشم گلهای داده تو را نگاه میکردم. در رفتی عملیات کمی پراکنده شدند، لیکن هیچ گپ نه. گلهایم را گرفته به نزد تو آمدنی بودم. این آدم ها مرا دیوانه کردند. تو را دیده نتوانستم، آن گلها را به تو داده نتوانستم. به خدا دیوانه شدم. اما از این کار روی نگرداندی. یک روی کردی. از تو خلاصی ندارم. یک بار دیگر تشکر. نمیارزد. سلامتیت چه خیل است؟ با دکتر بخوردی؟ چی؟ تشخیص را دیده میبراید. مهم نیست جانکم. آخر تنها افتیده بودی. افتیدن مردن نیست. همین خیلی. از سرپرانی صحت و سلامت برآمده و شم رفت. مردنی نیستم. آخر چند مرتبه به رئیس گفتم که این ماشین را عوض کن. گپم را گوش نکرد. کنی یک بار دیگر کوشش کن. نمیشود. عجیب. در نیم راه موندیم. به بازار نمیرسیم. این بازیچه ها در دستمان ماند. یگان کس نیست که کمک کند. این را به یک طرف کشیده گذاشتن بکن. خبر بدهم. همه آنها صاحب فرزند باشند. شاید یگان بازیچه تو رو خرم. او میشود اکم. به خدا بسیار خوب میشود. بهترین بازیچه ها را دارم. نرخهایشان نیز دسترس میباشد. مایلش. نامزدم خوراک آورده است. این رو تقسیم کنید کمیسرم. تشکر برادر. خدا از شما راضی باشد. حسن، کمیسر در اینجا چیکار میکند؟ چیکار میکند؟ آخر ما هم خطا میکنیم ابا جان. قصه دور و دراز است. برای غذا تشکر. سلامت باشید. نوش جانتان شود. با اشتهایتان کمیسر. مرحمت جناب. خوراک. من لقمه خودم را به تو تقسیم نمی کنم. نوش جانت شود. حاضر تو را چنان لطکوب میکنم که جزایم دوچند شود هم، لیکن دلم آرام میگیرد. آرام میشوم. آماده شود میآیند. از کاری بسیار برای زادروز پسرم بازیچه گرفتن نتوانستم. خیریت توفا با پای خودش. من هم برای دخترم یک عکس سلام علیکم. و علیکم بر سلام. و علیکم بر سلام. شما را زحمت دادیم. نه برادر، چه زحمت. ما برای کودکانمان یک چند بازیچه میگیریم. البته. اگر شما به طرف قفا گذارید من به شما نشان بدهم. مایل است. اینک بازیچه ها رو به شما نشان بدهم. خریده کودکان را شاد ده.
افسر با ما حمله کردن در روزی روشن با ما حمله کردن حسن داری ما رو کجا حسن زودتر کجا ما رو اینجا رها کن حسن در رو کشو حسن ما رو رها کن حسن در کجایی؟ حسن سردیو ملیکا اینجا باش از اینجا نبرو حسن این قفل دارم اینجا میکنم باید میروم ملیکا آنها به من احتیاج دارن اگر به تو یکون حدیثه روی هرچی تا خوراک را نخوری به هیچ جا نمیروی از حسن اینجا نبرو به یک جایی نرم حسن زودتر اومد از رو میبرم زودتر ما رو رها کن حسن الله سلام ملیکا تو ما رو از اینجا برآورده میتونم نمیتوانم من میترسم زودتر خوش میکنم لطف باش سرسرها را بس کن و در رو کشو تو چه خیلی کنی دختر ترسیدن بازم این تو بسری ها فشار میاری وای بر تو گوش کن خانهای حسن رو شنیدی تو ما در این تشکیلات هم را کار میکنیم حسن مرا کمیتر هم گفت تو را شنیدی همه خیلی تو شنیدی کو بله شنیدم یعنی ما با شونده ای تو با حسن در یک شهر باشیم برای او کمک میکنیم گوش کن انا بین کلیدها در روی میزیار دیدن دیوانم باید با رو عجوزه برو زودتر شو ملیکا تو به ما باور کن شما به حسن کمک میکنید البته که کمک میکنیم آخه کاری ما همین است بهتر می‌دونی، اما عزیزان من زودتر باش قدری دیگر در اینجا انتظار شویم همه در آنجا میجنگن در رو کشو شاهین دمت رو گیر آرام شو بس کنید زودتر باش ملیکا زودتر التجا میکنم ملیکا زودتر باش مایلش تشکر مایلش میکنم خواهر جان آرام شو کمی دیگه کلیدهای در رو نیز باید سنجیم حسن برادر
فکر نکن رفته خدا رو نجاته مالکه انتظار دوست منو تنها گذار برادری دریاجو جمع نشوید پراکنده شوید و گیر و اطراف پراکنده شوید سرکم شد از بازی شما دور شوید در بامی شوزان تروریستان یک جای می‌جنگه یا اینکه تو همین حال راحت را معین آریف من هرگز در صف دشمنان نشدم است به تو باور آیا یک راه دیگری داری؟ دست کشتن شاید مرا پر زیرا تو جسارتی نداری که بر مقابل من آریف اگر فکر کنی که تو را از پشت میپرانم انا اساس دویدن را سر کن کسی که می‌میرد حتما می‌میرد تنها تو لایق مردن هستی